رحمت یوسف. هر که ما را میکشد با شیر باران زنده باد. هر که ما را میکشد با شیر باران زنده باد. خنده های دخترها در درون باغا زنده باد. تا سخن پرواز آموزد ز مرغان هوا. میکروفون گرفته گپ زدن جورابای جان در درون تویا زنده باد. پیروز باشه. اولا السلام علیکم برادران اهل اسلام، خواهر و دادران گرامی. من از نام خودم و از نام اهل عائله‌مان، برادرم همسایم شمس‌الدین را بر روز سعیدشان، بر روز ختنه‌توی فرزندشان تبریک و تهنیت میگم. برای اینها خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. دوستان عزیز، اینجا موافق کلمه مردم، من یک چیز برای همه شما خاطر رسان میگم که من این طرف و اون طرف رو نگاه کنید. من این طرف به آدمان سفید پوست و اون طرف به آدمان سیاه پوست اقامت دارند. برای آنکه آنها در آفتاب تموز در برگد رقم 2 کار کرده، مهنت کرده. من امروز توی آقای شمس‌الدین را گزارنده شدن. برای همه شما خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. دلا جان همه خون ز دستی لعلی گل می تراشی. شمس‌الدین تو مجنون. اگر تو مجنون نمیشتی امروز این مردم اینجا جمع نمیشد. با دعای مصفدان خدا ترس و بار، با دعای کمپران پر جانسار، بهر امروز بهر فردا، گرچه در وزن بزرگان کودک گهواره‌ام، با همه کم ظرفیا خود جز این سیارم کیستم. شاعرم یا عاشقم، غمخواره یا میخوارم، هر که هم باشد بر عزم دوستانم زادن. پیروز باشتان، دوست ابد زنده باشد. صحبته نمیتونی البته. من اینجا استادم سهلیوش نی با کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم. تو شاید جامعه دو ماتی میدوزی بسد نیت که روزی معرکه بینی در تن من بشکنی ارمان. بکن با گوشه قرص سفیدت پاک اشکت رو ایا مادر. نگردیتان شما از من خواتیر، تمامی کار برم نسازیر. در اینجا شوق و شادی من گرفتم، ببخشید ای مزاری ها، من از قزلجر زن گرفتم. پیروز باشد. پیش طبیب میبیاد، ادیه رشت نبوده است. دکتر جان من یک طرفم کردم. من یک طرفم کار نمیکنم. تمام پرالیش. ای چی نگیده؟ ما گرسکتی قلت خانم. وقتی که کسا گرسکتی قلت خانم ماند، بعد 5 یا 3 دقیقه طبیب میگوید ته حرارت کسل سنجیده دکتر میبیند که 37. دکتر جان این قلتوقان سووش اینش هم بمونی. روس من میتود کسل گرازق نمید خیز وانا تودا یک کسل دیگه کسل نه. دوستان عزیز، من خودم بازار پنجکین برفتم که یک انسان بسیاری و یک دختره یک ترشته نوز کراست. های خیدم که دختره که زیبا کرانم که طرفیم اول کلمه جمانم باز نگاه کردم که همین خیلی نگاه کرده ساعتش نگاه کدام یگیت انتظار کردم که طرفیم دوید.
نزدیک اومد که ناخلص علی میقطع پدرت و ننت من کی خیال کرد که همه زیر میکنم و دود که خدا من دیوانگی بزنم این رسیو اوش است من پرافته گریخت آدمی همه خیلی هیجان قدری آمدگی منم میزدگی دیدم که افطوز گرسکه آمد من گفتم خدا و شکر من قتلی کردم بوده گرسکه بشنم که یک 10 متر رو رفتن نیو کنم پیشم هم دخترش است دوگانهش خدید انا این بچه چیک دیوانه من گفتم او چه دیوانه اترسم کردم شهر من شهری عظیم است و زمینش نامرد آدمان شهر قوسر از نامردی شیرمرد و شوری لکت سکت نامزن لیتوانی قارستان برادر را در جمری که سفر امریکای خود است میگوید دست میوالد و سنگ مرمرین لبها میگوید جبین را کرده چین آدمان قوسر آمدن با یک امین ما شمس دین داریم و آن را دستگیری میکنه پیروز باشید